خوددرمانگاه یکی واقع در چشمه زنگیون در بالای دهه سر مغزار انسان‌هایی که از درد بغم، از درد پیوندگاه ها، از میان درد، از نمک جمع شدگی در پیوندگاه ها، کسلی های پوست میویان خودشون طبابت میکنند. همین سیارگی که در بالا میدرگی که سیاه است، همین را در آفتاب کمتر پهن میکنن، یک کمی چخوری میکنن، در داخل چخوری میشینی لباسات هم میکشی حتما. تگ رگت میکنن. بعضی آدم ها را تو زیر گردن شد، بعضی آدم ها را خیلی خلاصه گجایت که کسل باشه همونجا را تیرگ میکنی میشینی. در اینجا یکون کس نزنچینید نمیکنه، فقط میرای رنگین میکنی، درد عمیق میکنی که از کجای، از چی سببه، بعد می در اینجا طبابت میکنی. چندی کسا در اینجا طبابت کردگن، از درد میان، از درد استخوان، از درد بغما رهایی افتگن. نوار آینده ما قصه میکنه ای همیجا یگان به نزدیکی 10 روز یا 15 روز بعد ما برای طبابت باید به اینجا بیاییم. اکنون جوش نو دیدیم، در اینجا میاییم طبابت میکنیم. یک وقتا نقطه آوازدار بود در منطقه تگنا و دوستای عزیز. تماشابینایی که از دورین به سهم شما رسوندنیم که این درمانگاه بپولای واقع در جماعت دهاتی سابق دهات یال ناحیه شوراباد پیشین حضیر شمس‌الدین شاهین جایگیر شدگی. مرحمت کرده بیاین طبابت بگیرین، سلامتیتون برقرار کنین. تماشابین عزیز، گفتیم که خوددرمانگاه در چشمه زنگیون واقع در بالای دهه سر مرغزار وادی تگنا. برای طبابت میای، یک نفر نمیشود، 2 نفر، بهترش 3 نفر، خوبتر بهترش 4 نفر، بهترینش 5 نفر برای طبابت میای. اینجا نمیشود که بیای سحر دیگه برای رای ماشین نیست، تو دیگه سر مغزار با ماشین میای. با اینجا را یگون قریب 1 کیلومتر راه هست پیاده را. خرد بار میکنی، خلاصه پلس، جومه، لباس های غوثی پختگی بار میکنی، برای در یک خوراکت میگیری، بیل میگیری، یگون زاغنولک دیگه میگیری، میای خلاص طبابت میکنی. در نوار آینده، ولی بعد این نواری ما باز نوارهای دیگر میشود، بگیم به نزدیکی یگون 10-15 روز بعد شخصا ما خودم شاید که از این بچه ها یگون توش بیایه با نفرهای دیگر هم هستن، خواهشمندم میاییم طبابت میگیریم. طرز طبابت ها برایش ما نوار میکنیم، پیشنهاد میکنیم که چگونه طبابت میکنیم و چی در کار میشود. یگون در اینجا نقل کردن که یک کت گذاشتگی بده در زیر کدام چیناری ما کوفتیم نیفتیم، اگر بیاویم حتما نوار میکنیم. در زیر کدام چیناری کت گذاشتگی دیگچه هست برای خوراک تیار کردن، قربایی هست برای آب جوشاندن، آب در پیش آب دور نیست. خلاصه پرودوکت تا غذاات میاری در اینجا تیار میکنی میخری. اگر که یک شب بیستی باز تا عبید شد نیستی روزی دیگری شد طبابت کنی، با بستر خوبتر میشود. بعد حرکت میکنی میرای. ولی بیاییم ما طبابت کنیم، بعد برای شما توصیه میکنیم که خوبه یا که بد. دوستای عزیز، هر قدر که ما کوفتیم در زیر یگون چینار کت و همو شرط شرایطی گفتیم چی میگن دگدان خرابایی و دگ نیفتیم نیست. ما شنویده بودیم که همه خیلی چیزا هست، لیک متاسفانه
هر قدر گشتیم او چیزا را نیافتیم. خیلی اومدیم خدا خواسته باشه همراه خودمون دیگ میگیریم، خرابویی میگیریم، غذاهامون میگیریم، طبق میگیریم، کاسه میگیریم، پیاله میگیریم برای طبابت. زیاده یک شبانه روز میویم. خلاص جای خوبه برای طبابت، جای بهترینه. سویگی های نغز داره، آبی مصفای سرد داره، نکی در جا آبی سرد نمی نوشی، چای میکنی چای می نوشی در وقت طبابت. این نشانه ها اینجا دیه بده است. اگر خطا نکنم باز پس موندگی های بگیم خرابازار های همون دیه کهنه ای که تو دوره ریولوسیا بگیم در اینجا مردم زندگی میکرده است. شاید اگر ما خطا نکنم مردم کهنسال ایامی منطقه خوبتر بهتر میدونن. درخت های توت هست. اگر بر وقتتر بیای سیزان طبابت برادران گفته نمونه الکی سر شدگی از موسم زردالو پز سیزان طبابت گرفتن در همین خمزمین سر می شود تا ماهای اوگوست دهم 20 ماش. پس اون دیگر در اینجا طبابت نمیگیرن. درخت های توت هست، درخت های چهارمغز است، درخت زردالو دیدیم، درخت های آلوچه بسیاره، چنار هست، دلانه، درخت های توغ، باز انگور دیدیم. خلاص جای تماشابو بای کمی حزن انگیزه، لیکن ما اینجا حزن انگیز تماشا کنی نمیویم. اینجا برای درمان کردن ارگانیسم میویم. همه خیلی نه بچه ها. د جمع ج جمع ایش حرف خطایی نشناختمش، ایش حرف ش. اینجا در یک دل تیکه تیکه شیدگی. هی بو در اون نوده دیگر هم چیزی نوشتگی های. حرف بلوش ریه، حرف پوینش هم ب خونده می شود، هم ا، هم ز. چند حرف خونده می شود. کسی به دست بتونین رشیروف کش کنین. مانا ر، ز، و، ا. چند حرف های. تماشابینای عزیز ارجمند، دیه یک وقتا آباد زیبای رویخم سالهای 2000 تا 2003-4 این دیه آباد بود. مردم زندگی میکرد. قریب که تا 20 خوجگی اگر خطا نکنم در این دیه زیست زندگی میکردن که اون وقتا هم دولت حالی هم اقتدار نداشت. گروه های راهزن دزد بسیار بدن، سرچکنو بدن و در نتیجه بسیار شکنجه دادن مردم دیه رویخم مردم دیه را ترک کردن رفتن و یک دیه خوردکه که خیلی بگیم زیبا و خیلی سبز و خرم بود دیه از بین رفت با کلی. نه از دیه درخت نشان موند نه خونه، همه چپه شد، همه را چپه کردن رفتن، درخت ها قاق شد. باز پسان در دیه رویخم یک خونه بنیاد شده است و در اینجا کسی است نمیدونم فرما داره و در او گاو مال نگهبانی میکنه. اگر هم کردگی های فکر میکنم که یک درخت توت باشه یا چیزی است که در نزدیکی همون خونه از همون دوره هایی که دیه آباد بود باقی مانده است. اینجا یک وقتا کودکا بازی میکردن، یک وقتا زنها خراق میپختن، بیناها بود. یک وقتا در اینجا ما توی اومدگیم با این دیه را یک همسایه ما دیه یال از همین دیه رویخم عروس کردگی بدن. اینجا توی اومدگیم سالهای 2000 بود، خطا نکنم 2001 بود، همون سالا بود. خب سوید داشتن، خلاص زیست زندگی میکردن. اگر خطا نکنم مکتب داشتن؟ نداشتن. نه مکتب نداشتن. در مکتب دیهی سر مغزار
میرفتن میخوندن. دیهای سر مغزار نه اونقدر دوره، یکون کیلومتر هست یا نه. این فقط ما رهگذر به نوار گرفته میره شما دا نشون میتیم برادرها. حالی چخیلی که گفتیم با درمانکنی خودمون تبابت میویم، بعد اینجا نوار میکنیم ایده ها. حالی فقط رهگذریم. اما برادر تماشابین ایما خواهش کردن که اگون گذارت غلطید اینجا یک نوار بکن. خب ما نوارچه کردیم، نواری سردستکی. من خیلی دوستای عزیز، دستگیری های شما ما را روح بلند میکنه. حتما ما بگیم باز مهنت زیادتر میکنیم، کوشش میکنیم که نوارهای خوبتر جالبتر پیشکشی شما کنیم. در امان خدا.